روزی که طالبان آمد و افغانستان سقوط کرد و اولین روزی که در کابل آمدن، یعنی خیلی روز سخت بود. ترس و وحشت همه جا رو گرفته بود. خودم که یعنی خیلی ترسیده بودم، خیلی یعنی فکر کردم دیگه زندگی تمام شده. با ما دخترای افغانی هم میشه گفت با تمام مردم افغانستان، یعنی گفتن نه او روز یا بیان کردن حالت او روز، بیان کردن حالتی که در او روز داشتم خیلی مشکل است که با هیچی نمیشه بیان کرد، چون همه معلوماتی که درباره دوره اول طالبان داشتم یا اونایی را که شنیده بودیم، چون ما خودمون که ندیده بودیم اما شنیده بودیم که بعدها یعنی تا به حالی که دیدیم، یعنی واقعا خیلی مشکل بود. مشکلاتی که دیدیم، من تازه مکتب فارغ شده بودم، میخواستم به خاطر آمادگی کنکور و یافتن به دانشگاه آمادگی میگرفتم دیگه. فکر کنم که نه درس نه کار وظیفه، یعنی مجبور فکر میکردم دیگه مجبور هستیم که در خانه بشینیم و کمه میشه گفت که یعنی مجبور هم شدیم که در خانه بشینیم و از دانشگاه ماندیم، دانشگاه بسته، مکتب بسته. یعنی زندگی که یعنی تا به حال داشتیم و 3 ساله که میگذرم و تا به حال که او روز به یادم است، روز اول که طالبان آمد. روز اول که طالبان آمد امی وحشتی که داشت، یعنی ترسی که تمام مردم داشته، کوچه های خاموش، یعنی خیلی با مشکل مردم بیرون میبرامدن. حتی او روزی که بعضی ها به خاطر نجات جانشان فرار کردن، به خاطر نجات که میخواستن جانشان نجات بدن، حتی با بالا طیاره و اینا اصلا توجه نکردن و هر راه مقصد میخواستن فرار کنن. یعنی من همه تو فکر میکردم یعنی باید فرار کنی، چون دیگه زندگی کردن در افغانستان اصلا به یک دختر افغان امکان نداره و امکانم نداشته. یعنی فقط مشکلات، خیلی مشکلات. یعنی در 3 سال که ما مشکلاتی که میبینیم، از درس اینا پس ماندیم، 20 سال به عقب رفتیم. واقعا تجربه هایی که داشتیم و یعنی حالتی که داشتیم بیان کردنش اصلا امکان نداره. اما بازم روز مشکل بود، سخت بود، روز بود که یعنی همه پا به فرار گذاشتن و بعضی های فرار کردن، بعضی های خودکشی کردن، همه دخترایی که واقعا خیلی غم‌انگیز بود.